در دل کوچه پس کوچه های کاشان، میان دیوارهای خاموش و آجرهای خسته عمارت بروجردی ها، دختری از راه میرسد با دستانی آشنا با مرمت و دلی آشنا با دردهای گذشته. او آمده بود برای نجات بنا، اما این عمارت بود که کم کم او را در خودش فرو می‌برد. در خاطراتی که به جای عطر گل‌های بابونه بوی عشق کهنه و بوی خون پنهان شده بود. هر دری را که باز می‌کرد نه تنها خاک و خشت‌ها را می‌دید، بلکه پرده از رازی کهنه و عشق ممنوعه دوران قاجار برداشته می‌شد. آیا او تنها آمده بود که نقاشی دیوارها را ترمیم کند، یا برای کشف قصه‌ای که هنوز هم در سایه ماه عمارت زمزمه می‌شود؟ ماه عمارت، جایی که عشق و راز در آن زمزمه می‌شود.